ولفینوز 3 فصل 4 قدرت پنهان. زمین زیر پنجه‌های بزرگشان فشرده می‌شد. سگرگ عظیم‌الجثه، آناهیتا با خز بنفش درخشان، ریرا با موهای قهوه‌ای نرم و آدرین با پوست خاکستری مایل به نقرهایی در سکوت کنار هم قدم می‌زدند. لوسیون گرگ سفید مرموز کمی جلوتر از آنها حرکت می‌کرد و رابین همچنان بیستا بر پشتش نشسته بود. آدرین که حس کنجکاویاش گل کرده بود، قدمهایش را تندتر کرد و کنار لوسیون آمد. یه چیزی ذهنمو درگیر کرده. لوسیون بدون اینکه سرش را برگرداند، گوشهایش را تکان داد و با لحنی آرام اما شیطنت‌آمیز گفت: چی ذهن پسر کوچولومون رو مشغول کرده؟ آدرین چشمان طلایی‌اش را تنگ کرد و پرسید: تو قبلا میگفتی که هنگام خطر میتونی غیب و ظاهر بشی، ولی من الان دیدم که هر وقت دلت بخواد بدون اینکه خطری در کار باشه میتونی این کار رو انجام بدی. پس چرا اون اول اینو نگفتی؟ لوسیون پوزخندی زد، گوشهایش رو مانند همیشه تکان داد و با لحنی بازیگوش پاسخ داد: خب، چون جذاب‌تره که وقتی کسی خودش بفهمه، نه اینکه من مستقیم بگم. ریرا از عقب سرش رو بالا گرفت و گفت: خوبه که به سوالات جواب میدی، ولی واضح‌تر حرف بزن. یعنی چی که خودت هر وقت دلت بخواد غیب و ظاهر میشی؟ لوسیون لحظه‌ای سکوت کرد، چشمان طلایی‌اش را به افق دوخت. سپس به آرامی گفت: یکی از قدرت‌های منه، اما یه نکته هست. او نگاهی به رابین انداخت که ساکت و ثابت بر پشتش نشسته بود. سپس ادامه داد: وقتی رابین سوار من باشه، دیگه هیچ محدودیتی ندارم. یعنی میتونم هر وقت که بخوام، نه فقط خودم، بلکه هر کسی که نزدیکمه رو غیب و ظاهر کنم. آناهیتا زیر لب زمزمه کرد: پس این یعنی؟ لوسیون سرش را تکان داد و خندید: آره، یعنی یه جورایی دارم تقلب میکنم. آدرین چشمانش را گرد کرد: یه جورایی؟ پس این همه وقت تو فقط برای سرگرمی خودت وانمود میکردی که محدودیتی داری؟ لوسیون با خندهای مرموز گفت: نه دقیقاً محدودیت داشتم، ولی فقط تا زمانی که رابین نبود. ریرا سری تکان داد و با نیشخندی گفت: تو خیلی شیطونی، لوسیون. لوسیون گوشهایش را با خوشحالی تکان داد و به رابین گفت: خب، حالا بیا یه چیز جالب نشونت بدم. دستات رو دور گردن من حلقه کن و محکم بچسب. رابین بدون هیچ حرفی آرام دستانش را دور گردن لوسیون انداخت و انگشتانش را در میان خز نرمش فرو برد. چشمان طلایی لوسیون درخشید، گوشهایش از هیجان تکان خوردند و ناگهان پوف! رابین و لوسیون محو شدند. آدرین، آناهیتا و ریرا در جا ایستادند و به جایی که لحظاتی قبل ایستاده بودند، خیره ماندند، اما قبل از اینکه چیزی بگویند، ناگهان پشت سرشان صدایی آمد: پوف! لوسیون و رابین ناگهان روی تخت سنگی ظاهر شدند. پوف! آنها حالا در بالای یک درخت بودند. پوف! حالا درست مقابل چهره متعجب آدرین قرار داشتند. آدرین از جا پرید و جیغ زد: وای! حداقل یه هشدار بده. لوسیون قهقه زد، گوشهایش را تکان داد و دوباره محو شد. ریرا با ناباوری زمزمه کرد: این یه جورایی ترسناکه. آناهیتا با دهانی باز به این صحنه خیره شد و با صدایی آرام گفت: این بی‌نهایت سریع و قویه. لوسیون یک بار دیگر ظاهر شد، این بار روی زمین و درست روبروی بقیه. رابین همچنان ساکت، اما با چشمانی پر از سؤال، روی پشتش نشسته بود. لوسیون چشمانش را باریک کرد، دندانهای نیشش را نمایان کرد و با لبخندی مرموز گفت: خب، چطور بود؟ آدرین، آناهیتا و ریرا هنوز از شوک خارج نشده بودند، اما فقط یک چیز را خوب فهمیده بودند: لوسیون و رابین حالا قدرتی داشتند که می توانست همه چیز را تغییر دهد.